این شاید مردیم یادگاری باشه. یاری من در کس نمیبینم، یاران را چه شد؟ من شاید اشتباه بگم. دوستی که آخر آمد پیش، دوستداران را چه شد؟ تابش نور خورشید و سعی و باد و باران را چه شد؟ زهره سازیم خوش نمی باشد مگر عودش بسوخت. حافظ اسرار الهی کس نمیداند خموش. از کی میپرسی که دور روزگاران را چه شد؟ صداقت داشتی با خودت، دروغ نگفتی به خودت، خدا را ته دل شکر کردی و ازش هر چی خواستی ته دل بهت میده. در خوشی‌ها شکرش کنی، نه در تنگنایی که من هستم بگم خدا کمکم کن. او با نمزدش را میره، این میره اونور عشق میکنم. میگم چرا من اینطور نباشم؟ چرا؟ خانواده به این خوبی، چرا من اینطور شدم؟ خدا هیچ که منو نمیفهمه بجز خدا، بجز خدا. من حافظ خیلی دوست دارم. گرم چون من افتاده این دام شوی، ای بس خراب و باده و جام و می شوی. ما مست و رند و عالم سوزیم، با ما منشین وگرنه بدنام شوی. دوست ندارم حالا بمیرم، دوست دارم جبران خسارت کنم از پدر مادر، اونایی که اذیت کردن. فقط همین. ما چه کمکی میتونیم بهت کنیم؟ ما رو دعا کنید فقط. کمکی چی از دست شما برمیاد؟ شما خودتون مثل من گرفتاری، تو سالم هستید ولی گرفتارن، همه گرفتارن. این جوونا اگه میخواد لبشو به مواد مخدر باز بشه، خون بیارن بالا بهتره تا که مواد بکشن. سرطان بگیرن بهتره تا مواد بکشن، بمیرن بهتره تا که مواد بکشن.